لبیک. السلام علیکم و رحمت الله. لبیک استاد عزیز. مرحبا. البته تبابت می شود. انسانی که دست از حرام می بردارد، انسانی که دست از استفاده این می بردارد، البته تبابت می شود. مرحبا. پدیده نامطلوب را از بین مردم با راه فهماندهی، با راه آموختن اخلاق، با راه درک کردن دین پاک محمدی، شریعت پاک محمدی، وقتی انسان اگر در مجرای زندگی حرام کرده خدا را درک کرد، نصیحت پدر را شنید، از حرام دست کشید، خداوند مهربان او را زندگی آسایشته نصیب می‌گرداند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان می‌کنند کلید جنت 4 چیز است. هر یک کلید در زندگی دندانه دارد، اما کلید جنت هم دندانه دارد. گفتن کلید جنت این است که هر کسی بگوید لا اله الا الله وارد جنت می شود. وقتی از بایزید بسطامی رحمه الله این کلام را سوال نمودند، گفت البته کلید جنت لا اله الا الله است، اما کلیدها دندانه دارند. کلید جنت 4 دندانه دارد. یکون دندانه او زبان انسان باید از دروغ و از حرام پاک باشد. دوم باید دل انسان از حرام پاک باشد. سوم باید شکم انسان از حرام پاک باشد. چهارم باید عقل انسان از حرام پاک باشد. عمل انسان از حرام پاک باشد. برادری عزیز، وقتی من و شما مواد مخدر استفاده میبریم یا دیگر اشیاءهای حرام را استفاده میبریم یا تجارت میکنیم، پول او را به خاندان غذا میاریم، لقمه فرزندان خویش را حرام میگردانیم، نان خاندانمان را حرام میگردانیم، یک لقمه حرام 40 روز اصل او در معده انسان باقی میماند. عالمان بیان کردند که شربت لقمه حرام 40 روز در بدن انسان باقی میماند.